با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، علی نمازی فرد هستم، در خدمتتونم با یک آموزش بسیار جذاب و دیدنی دیگه در ارتباط با لمسه کاری ها و پارچه کوبی هایی که بر روی دیوارها یا اکثرا بالای تخت ها مشاهده میکنیم. خب این کارا به صورت دکوراتیو انجام میشه و بسیار زیبا هست، اما اینکه چطور ما میتونیم اینها رو توی اسکچاپ خلق بکنیم و ایجاد بکنیم چیزی هستش که امروز میخوایم راجبش با هم دیگه صحبت بکنیم. خب برای این کار اسکچاپ هم رو باز میکنم، خیلی راحت میام یک رکتنگل ایجاد میکنم. به این حالت داخلش رو خالی میکنم، 4 تا ضلع رو انتخاب میکنم و از گزینه جنریت سوپ اسکین استفاده میکنم تا برای من یک صفحه با مشبندی کامل ایجاد بشه. برای اینکه یه مقدار کارم ظریف‌تر بشه مشبندیام رو بیشتر میکنم، عدد 20 رو وارد میکنم و اینتر رو میزنم یه مقدار مشبندیاش بیشتر بشه و نهایتا مجدد صفحه خودم رو انتخاب میکنم، جنریت سوپ بابل رو میزنم و عدد 10 رو انتخاب میکنم برای اینکه صفحه من رو به سمت بالا یا پایین پوش بکنه. اینتر رو میزنم و منتظر میشم تا کارش رو انجام بده. خب این صفحه برای من ایجاد شد، از دستور خارج میشم، فقط کافیه این رو بچرخونمش به سمت رو، یه مقدار بیارمش این ورتر، این رو پاک بکنم. خب و بیام از این چند تا کپی بگیرم بذارم کنار هم دیگه تا کم کم اون شکل کلی که میخوام رو بتونم ایجاد بکنم. کنار هم قرار میدم، حالا هر 4 تا رو انتخاب میکنم، یه رایت کلیک و اکسپلود میکنم تا همه اونها صفحاتشون باز بشه. این وسط رو من صفحاتش رو انتخاب میکنم، میخوام یه مقدار اینجا رو گود بکنم تا اون حالت دکمه توری که این وسط اینها وجود داره رو بتونم قشنگ در بیارم. خب فکر کنم کفایت بکنه. حالا کافیه من یه دکمه ایجاد بکنم اینجا. خب میام اول یه دایره میکشم، یه دونه روتیت میکنم و کپی میگیرم.